با اجازهتون به یک تلفن از سوئیس پاسخ میدیم. سلام سوئیس، بفرمایید. الو سوئیس، بفرمایید. الو لندن. الو سلام بفرمایید. بفرمایید. سلام عرض شد. خسته نباشین آقای فرهادی. به مهمان عزیزتون سلام میرسونم. امیدوارم که حالتون خوب بوده باشه. من از آقای رضا پهلوی یه سوالی داشتم آقای فرهادی، اگه لطف بفرمایید. من فکر میکنم که بهترین شعار جناب پهلوی که الان روی تلویزیونش هم نوشتش داره تکرار میشه میاد، میگه که اولویت من و تمام آرزوی من، اهداف من نجات ایران هست، ملت ایران هست. من فکر میکنم جناب آقای پهلوی زمانش فرا رسیده. بی حساب به اون تو ایران میگن، یه شعری هست میگن آنچه ناموخت از گذشته روزگار هیچ ناموزد ز هیچ آموزگار. زمانش رسیده که جناب آقای پهلوی یک کمی هم دقت بفرمایید به ملت‌های ایران، نه بر ملت ایران. ایران ملت ندارد، ایران ملت‌ها دارد. اگر شما به ملت‌های ایران توجه داشته باشید 100% محبوبیت شما بیشترتر خواهد شد و طرفداران شما بیشترتر خواهد شد، چون شما گواه یک نمونه بارز این هستید که شهر مادر شما 40 روز پیش، 2 ماه پیش، شهر تبریز یک اعتراض 1 میلیونی داشت، 50 کشته داد، 1000 زندانی دارد. یک بیانیه در مورد این شهر پرعظمت تاریخ آذربایجان، تاریخ عظیم ایران و آذربایجان، شما یک کلمه در مورد این ملت شریف نفرمودید. تا چه میخواد سکوت بکنید؟ تا چه میخواد ملت بگید، ملت های دیگر را ممنونیم از شما. شاهزاده رضا پهلوی پاسخ میدن، بفرمایید. ببینید از دید من ما یه ملت داریم، اونم اسمش ملت ایرانه. البته ملت ایران تشکیل شده از گروه‌های مختلف اجتماعی، مذهبی، فرض بکنید ملیت‌های مختلفی که داریم، کرد داریم، آذری داریم، بلوچ داریم. اینها همه مجموعی هستن که تشکیل دهنده اون ملت هستن. از نظر سیاسی که به قضیه من نگاه میکنم، اگه ما صحبت از این میکنیم که حاکمیت ملی در ایران مطرح هست به عنوان بالاترین مرجع تصمیم گیری، این در قالب یک ملت توصیف میشه. ما اگه بخوایم وارد تقسیم بندی ایران به کشورهای مختلف بشیم که اصلا در وهله اول صحبت از تجزیه ایران داریم میکنیم، برای اینکه مسئله بغرنج و پیچیده نشه بایستی مشخص بشه که آیا بیانی که بعضی از این دوستان مطرح میکنن در قالب مسئله یک مملکت رو، یک ملت و تمامیت از یک کشور هست، که در اون صورت ما مشکلی نداریم. بله، میشه راجع به عدم تمرکز، میشه راجع به حکومت‌های محلی، میشه حتی راجع به مجلس‌های محلی صحبت کرد. چرا که نه؟ زمینش رو میشه ایجاد کرد، در قانون اساسی هم میتونه مستتر بشه. وقتی من میگم مردم ایران یا ملت ایران، مقصودم یک گروه خاص نیست. تمام شهروندانی که در اون چارچوب مملکت زندگی میکنن صحبتش هست. کرد، بلوچ، آذری، دیگران. اصلا برای من مسئله ای نیست که بخوام جور دیگه نگاه بکنم و راستش بخوام من تعجب میکنم که چطور این دوست به این شکل مثلا عنوان میکنن که فکر کنم بیشتر منظور همون جوامع قومی، یک جامعه قومی. خب معلومه اصلا زیبایی کشورمون بله. در این چنگونگیش و چند زبانیش و تیره های مختلفش بله. هست. ولی برای من کاملا یه چیزی مشهود هست. ما ممکنه تقسیم بندی های مختلف داشته باشیم، ما ممکنه که اقوام یا ملیت های مختلفی داشته باشیم، اما برای من یک ملت هست، اسمش هم هست ملت ایران و غیر از این به قضیه من نگاه نمی کنم. همه این هم به شکل مساوی بایستی تو مملکت زندگی بکنن و احساس تعلق به اون مملکت داشته باشن. برای همین هست که من میگم بس آزادی که در ایران صحبتشو میکنیم، مسئله حقوق بشر شامل حال هر شهروند اون مملکت باشه. من اگه کرد باشم یا بلوچ باشم یا از هر گروه بندی دیگری باشم، اگه احساس بکنم که این مملکت مال من نیست، من هیچ حق مساوی با دیگری ندارم، حق دارم معترض باشم، حق دارم مثلا نخوام تو مملکت دیگه باشم. بله، ولی اون شرایط رو باید ایجاد کرد به کمک و با شرکت تمامی اهالی اون منطقه. این هستش که زمینه رو فقط این نیست که بخوایم داد و ستد بکنیم یا بگیر بسوری باشه. همه باید در این کار امروز سرمایه گذاری بکنیم تا این تضمین رو در سطح کشور داشته باشیم و اینجاست که مسئله رو باید محدود بکنیم به یک تقسیم بندی کلی کشوری. آیا ما
جزوی از این خطه هستیم یا نه، حالا از هر تیره و از هر مذهب و از هر گروه بندی سیاسی که بخوایم باشیم. شاهزاده رضا پهلوی